عیسی 12 شاگردش را دعوت کرده با آنها قوت و قدرت داد که جنها را بیرون کنند و کسلها را شفا دهند. سپس او آنها را فرستاد تا که درباره پادشاهی خدا اعلام کرده بیماران را شفا بخشند. عیسی با آنها گفت: در سفر با خود هیچ چیز نگیرید، نه عصا، نه بارخلطه، نه نان، نه پول و نه لباس علاوگی. به هر خانه‌ای که می درآیید تا روزی از آن شهر رفتنتان در همان خانه بمانید. ولی اگر شما را در یگان جا قبول نکنند، آن شهر را ترک کنید و چنگ و خاکش را از پایتان افشانید تا شهادت عیبدار بودن آنها گردد. شاگردان از آنجا رفتند و دهه به دهه گشته خوشخبر را اعلان می کردند و در همه جا بیماران را شفا می دادند. وقتی که حاکم هرودوس همه این را شنید به حیرت افتاد، زیرا بعضی ها می گفتند که یحیی زنده شده است، دیگران باشند می گفتند که الیاس پیغمبر پیدا گردیده است و بعضی دیگران می گفتند که یکی از پیغمبران دوره های قدیم زنده شده است. ولی هرودوس گفت: آخر من سر یحیی را از تنش جدا کرده بودم، پس این کیست که درباره‌اش چنین سخنها را می شنوم؟ وی می خواست عیسی را بیند. وقتی که فرستادگان برگشتند، تمام کارهای کرده اشان را به عیسی نقل کردند. او آنها را با خود گرفته به شهر بیت سیدا روانه شد تا که با شاگردانش تنها ماند. ولی مردم از این باخبر شده از پی او رفتند و عیسی آنها را با خوشنودی قبول کرده با آنها درباره پادشاهی خدا نقل کرد و کسانی را که به شفا احتیاج داشتند شفا داد. روز بیگاه می شد و 12 شاگرد به نزد عیسی آمده گفتند: اینجا جای بی آدم است. مردم را جواب ده که به دهات گرد و اطراف رفته برای خود جای خواب و خوراک پیدا کنند. ولی وی به آنها گفت: شما با آنها خوراک دهید. شاگردان گفتند: ما 5 نان و 2 ماهی داریم، مگر این که رفته برای همه این آدمان خودمان خوراک خریم. در آنجا تقریباً 5000 مرد بود و عیسی به شاگردانش گفت: آنها را 50 نفری گروه گروه شنانید. آنها گفته عیسی را به جا آورده همه را شناندند. بعد او آن 5 نان و 2 ماهی را به دستش گرفته به آسمان نگریست و شکر گفت و نانها را پاره کرده به شاگردانش داد تا به مردم تقسیم کنند. همه تاثیر شدن خوردند و از نان پاره های باقی مانده باز 12 سبد پر شد.